سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. حکم تکفیر محمد تقی برقانی علیه شیخ احمد احسانی. پس از آنکه درگیری بین شیخ احمد احصایی بنیانگذار شیخیه و ملا محمد تقی برقانی روحانی شیعه در قزوین بالا گرفت، حاکم قزوین شاهزاده رکن‌الدوله علی نقی میرزا برای رفع بدنامی خود که در قزوین چنین هنگامه شده و البته خوشایند پادشاه نخواهد بود، بر آن شد که شقاق را به وفاق مبدل کند. پس علما را در شبی از شبها ضیافت نمود و شهید ملا محمد تقی و شیخ احمد احصایی را دعوت کرد. قصص العلماء حکایت آن شب را چنین شرح می‌دهد: حضور مجلس شیخ احمد مستر بود. بعد از او شهید نشست، اما میان خود و شیخ فاصله قرار داد. چون خوان ترتیب دادن برای شهید و شیخ یک خوان نهادند. شهید در آن خوان شریک نشد و آن خوان که پس از او گذاشتن شروع به غذا خوردن نمود و در هنگام نشستن دست بر یک طرف صورت گذاشت که ماهازاد با شیخ داشت. پس از صرف غذا شاهزاده که مضیف بود عنوان سخن آغاز و در باب انجام ساز و باز اهتمام تمام فرمود که جناب شیخ سرآمد علمای عرب و عجم و لازم الاحترام است. شهید نیز باید در احترام ایشان کوتاهی جایز ندارد و سخن مفسدین که در میان این عالم افساد و شجره عناد را کاشته اند قلع و قمع و دفع باید نمود. شهید در جواب گفت که در میان کفر و ایمان اصلاح و آشتی نیست و شیخ را در معاد مذهبی است که خلاف ضروری دین اسلام است و منکر ضروری کافر است. شاهزاده هرچند الحاح در انجاه امر صلاح نمود، از اصلاح جز صلاح حاصلی پدید نیامد و آن مجلس منقضی شد. شهید در تکفیر شیخ تأکید و تشدید نمود به حدی که روزی مؤلف کتاب در کتابخانه او حاضر بودم. شخصی مدعی وصایت از شخصی و وراث منکر بودند و می نمودند که این شخص شیخی است. شهید حکم بر فساد وصیت و وصایت نمود و روی به من آورد و فرمود که این طایفه با فلاسفه موافقت نمودند و در این قاعده که الفاعل الواحد لا یستر الا الواحد و دارای این عقیده کافر است و سکوت داشتم. الحاصل تکفیر شهید در غایت اشتهار و شهره هر دیار شد. شیخ دیگر در قزوین مکث نکرد و از آنجا به عراق عرب رفت. پایان نقل خود. حکم تکفیر شیخ عبدالرحیم بروجردی علیه حاجی محمد کریم خان کرمانی. حاجی به شیخ گفت که ما وارد دارالخلافه شدیم، علما تماماً را هم خبر نمودند و با ما مراوده نکردند، گویا به جهت این باشد که ما را ضال و مضل می‌دانند. شیخ کلامی گفت که حاصلش این که ضال بودن را نمی‌دانم، اما در مضل بودن شما خلافی نیست. شیخ احمد احصایی ملا صدرا را کافر می‌دانست و او را تکفیر کرد
ملا صدرا محی الدین ابن عربی را تکفیر کرد. شیخ احمد احصایی ملا محسن فیض را تکفیر کرد. ملا محسن فیض از شاگردان و داماد ملا صدرا بود. قصة العلماء درباره ملا کاظم هزار جریبی می نویسد: پس از نماز صبح ملا محمد کاظم حکماء صوفیه را اسم می برد و هر یکی را یک تسبیح لعن کرد و یک تسبیح ملا محسن فیض را لعن کرد. پس از آن یک تسبیح ملا مهراب از اعاظم و مشاهیر عرفا را لعن کرد. برایی سلاح تکفیر در حدی بود که گاهی برخی از روحانیون برای رهایی از آن خود را دیوانه می‌خواندند. در زمانی حاج ابراهیم کلباسی آقا سید رضی مازندرانی را تکفیر کرد. او به این حربه متوسل شد و با اقرار به جنون جان خود را نجات داد و از زبان آقا سید رضی به حاجی رسانیدند که او گفته است که ملاها دین ندارند. حاجی سید را طلب کرد و فرمود که من از عدول شنیدم که تو گفته‌ای که ملاها دین ندارند. یکی از ملاها منم و از اینجا معلوم می شود که دین تو ورای دین من است و دین من ورای دین تو و من مأمورم هر که را که ورای دین من دینی باشد او را به قطع برسانم. پس سید بالبدیهه عرض کرد مرا جنون ادواری است و آن کلام را در حالت جنون گفتم و فلان طبیب که از اخلاص کیشان سید بود او هم مطلع بر جنون من است و اهل خبره است و این ایام قرار شده است که مرا معالجه کند و آن طبیب از معاریف اطباء اصفهان بود. حاجی او را خواست، آن طبیب به همین مضمون شهادت داد. پس حاجی از قتل او درگذشت، لیکن او را نفی از بلد نمود. پس سید مدت 1 سال یا زیادتر در نجف آباد که یکی از قرای اصفهان بود منزل کرد تا اینکه حاجی سید محمد باقر حجت الاسلام در نزد حاجی توسط کرد تا بار دیگر حاجی اذن داد که به اصفهان بیاید. حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی 3 روحانی شیعه را تکفیر کرد. قصص العلماء می نویسد آن جناب 3 نفر از علماء عصر را تکفیر نمود. یکی حاجی ملا اسدالله بروجردی بود که از شاگردان آقا سید محمد مرحوم بود. نفر دوم میرزا محمد تقی نوری از شاگردان حاجی کلباسی بود. پس جماعتی از اهالی نور در خدمت حجت الاسلام شهادت در کفر او دادند. سوم حاجی ملا صادق رشتی بود و حاجی مزبور جامعیت فی الجمله داشت و نطاق بود و در وعظ او را تسلطی بود و در میان علما آنجا از هر قسم ممتاز. روحانیون صوفی کش و سرکوب عرفا. دلیل مخالفت روحانیون شیعه و متشرعین با صوفیان را محمد باقر مجلسی 1110 هجری قمری چنین بیان می کند. 1. ناپایبندی بسیاری از اهل تصوف به آداب دینی و منهیات اخلاقی. 2. ابداع آیین‌های عبادی یا رفتار اجتماعی و اخلاقی که در شریعت از آن خبری نیست. 3. وجود و بروز آراء ناسازگار با آموزه‌های دینی در میان اهل عرفان. 4. باورداشت جنبه‌های باطنی در دین و امکان سلوک معنوی
ملزم نبودن به آداب و آیین‌های دینی یا احتراز نکردن از آنچه در شریعت به تأکید نهی شده اند. اما آنچه پیش از همه روحانیت شیعه را به خصومت با صوفیان ترغیب می‌کرد، مخالفت صوفیان با قدرت و نفوذ روحانیت بود. به نظر صوفیان هر نوع مداخله علما در امور دنیوی خطری برای دین تلقی می‌شد. صوفیان مبارزه شدیدی را با قدرت و مرجعیت مجتهدان آغاز کردند. جنگ متشرعین و صوفیان، نبرد شریعت و طریقت در تاریخ ایران به تقریب از قرن 4 هجری آغاز شد. روحانیت شیعه هر جا که امکان و قدرت داشت، صوفیان را تکفیر و بردار می‌کرد. در دوران مورد بحث کتاب حاضر، صفویه تا کنون نیز صوفی کشی و سرکوب اهل عرفان تداوم داشته است. ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات ایران می‌نویسد: اگرچه عهد صفوی با نهضت دسته‌ای از صوفیان آغاز شد، لیکن دورانی نامساعد به حال تصوف بود. به نظر صفا وضع نامطلوب تصوف در دوران صفوی در ایران معلول 2 علت بوده است: یکی چیرگی صوفیان صفوی و دیگری قدرت عالمان قشری. صوفیان صفوی از دورانی که جنید و حیدر جامه رزم به تن کردند و خرقه درویشی را به کنار نهادند، دیگر صوفی نبودند. با تاجگذاری شاه اسماعیل دوم در سال 984 هجری قمری مطابق با 1576 میلادی، نظام خانقاهی صوفیان از هم پاشید. به دستور شاه اسماعیل، حسین قلی خلیفة الخلفاء مرشد کامل زمان را از قزوین اخراج و در دامغان کور کردند. شاه اسماعیل دوم نسبت به صوفیان نظر مساعدی نداشت. از زمان شاه طهماسب گروهی از صوفیان از دیاربکر و آناتولی به قزوین مهاجرت کرده بودند و چون در سال 984 هجری قمری بین صوفیان و داروغه شهر نزاعی در گرفت، شاه اسماعیل وقت را مناسب دید که هم با آنها و هم با شاهزادگان مخالف خود تصفیه حساب کند. شاه اسماعیل مرتضی قلی خان برناک را با سپاهیان مأمور قتل عام صوفیان از صغیر و کبیر و برنا و پیر کرد. مرتضی قلی خان برناک در روز 6 ذوالحجه 984 هجری قمری مطابق با 1576 میلادی دستور قتل شاهزادگان صفوی را هم داد. در آن روز نزدیک به 500 نفر از آن گروه بداختر به قتل آمدند. از نیمه دوم حکومت شاهان صفوی در ایران روحانیون بر دربار مسلط شدند و به سرکوب دگراندیشان، فیلسوفان و صوفیان برخاستند. یکی از معروفترین روحانیون اخباری این دوران به نام محمد طاهر بن محمد حسین نجفی متولد 1098 هجری قمری مطابق با 1678 میلادی که به دلیل اقامت در قم به محمد طاهر قمی یا محقق قمی مشهور شده است و روحانی دیگری به نام ملا محمد باقر مجلسی با صوفیان در افتادند. مجلسی کتاب بهارالانوار را نوشت و گفت: چون دیدم که مردم به صوفیان بدعتگزار و حکیمان زندیق میپردازند، آن بود که در برابر آنان اثرهای امامان را میانشان پراکندم. شاه عباس در سال 1003 هجری قمری
برابر با 1594 میلادی بعد از بازگشت از سفر لرستان دستور داد تا درویش خسرو را احضار کنند. او را در حضور روحانیون محاکمه و به مرگ محکوم می‌کنند. درویش خسرو را از جهاز شتر به حلق آویخته در شهر قزوین می‌گردانند. به دستور شاه عباس مولانا سلیمان طبیب ساوجی دستگیر می‌شود. نواب اشرف او را به صلاح علما حواله کردند. علما به ظاهر شرع عمل نموده به جهت دغدغه اذلال جاهلان محله به حبس قرار دادند. چند روزی محبوس بود تا آنکه بندگان اشرف از رسوخ اعتقاد و شریعت پروری قتل او را ارجح دانسته به یاران ملحق گردید. یکی دیگر از بزرگان صوفی به نام میر سید احمد کاشی را پادشاه صفت نژاد پاک اعتقاد در نصرآباد کاشان او را به دست مبارک خود شمشیر زده 2 پاره عدل کردند. 2 نفر درویش به نامهای کمال اقلیدی و درویش بریانی را که مقتدای فوجی از آن طبقه بودند با 3-4 نفر مرید که ساکن اصفهان بودند در راه خراسان به راه عدم فرستادند. در استحبانات فارس نیز چند نفر را که اعلم آن طبقه بودند آورده به یاران ملحق ساختند. بر هر کس مظنة الحاد بود ابقا نرفت، از اتراک نیز بود عاقب یک دین اغلی استاجلو تابع این طبقه و مرید درویش خسرو بود به قتل رسید. شریف آملی که جامع کمالات و حامل مقالات مزخرفه و از اکابر این طایفه بود از بیم مضرت فقهای عصر فرار نموده به هند رفت. 5 سال پیش از تاجگذاری آقا محمد خان در سال 1199 هجری قمری مطابق با 1785 میلادی یک صوفی به نام معصوم علی شاه بزرگترین مرید رضا علی شاه به دستور مراد خود به شیراز آمد، اما بر اثر فشار روحانیون به دهی نزدیک اصفهان تبعید شد. او با یاری فیض علی شاه مرید خود و فرزندش نور علی شاه مریدانی گرد آورد. علی مردان خان زند به تحریک روحانیون فرمان داد تا گوش و بینی معصوم علی شاه و نور علی شاه را ببرند و آن 2 را از شهر بیرون کنند. معصوم علی شاه به دکن هند رفت و مشتاق علی شاه و نور علی شاه را به کرمان فرستادند. در رمضان 1206 هجری قمری برابر با 1797 میلادی ملا عبدالله مجتهد فتوای قتل مشتاق علی شاه را داد و او را کشتند. نور علی شاه که قبل از این رویداد به کرمانشاه رفته بود، در کرمانشاه با محمد علی بهبهانی برخورد کرد و او را در 1211 هجری قمری برابر با 1795 میلادی محاکمه و به قتل رساندند. در سال 1206 هجری قمری مطابق با 1797 میلادی به فتوای آخوندی به نام ملا عبدالله مجتهد که امام جمعه کرمان بود، نور علی شاه نامی از پیروان فرقه نعمت اللهی را در کرمان سنگسار کردند. این واقعه در زمان آقا محمد خان قاجار رخ داد. سپهر در ناسخ التواریخ در وقایع سال 1235 هجری قمری مطابق با 1820 میلادی
درباره آزار صوفیان می نویسد: ذکر شکایت فقهای رشت از عرفای عهد و هم در این سال فقهای مملکت گیلان معروض داشتند که خدام حضرت شاهزاده محمد رضا میرزا و علی خان اصفهانی وزیر او را با درویشان نعمت اللهی ارادتی به نهایت است و به تسویلات ایشان نیز شاهزاده از ارادت کیشان درویشان است. همکنون از بیقیدی این جماعت کس نام از جمعه و جماعت نبرد و آیات شریعت منهدم و تباه باشد. شاهنشاه ایران به دستاویز نخجیر کردن تا اراضی تارم شتاب و شاهزاده محمد رضا میرزا و ملازمان حضرت او را حاضر کرده در معرض عتاب و عقاب بداشت. وزیر او را نیز از عمل معزول کرد و حاجی محمد جعفر قراگزلو که در قریه کبوترآهنگ نشیمن داشت و در طریقت نعمت اللهی خلیفه عهد و مرشد وقت بود، به اتفاق سید حسین همدانی مورد سخط پادشاه شدند و به مصادره 2000 تومان و 170 زر مسکوک گرفتار گشتند. فاضل خان گروسی امیر جار که فاضلی نامبردار و ادیبی کامکار بود، با جماعتی از شابشان به اخذ آن مأمور شد و عبدالله خان امین الدوله از بحر فیصل حساب گیلان راه رشت در نوشت و شاهنشاه مراجعت به تهران کرد و امیر محمد قاسم خان قوانلو را از بحر نظام قبایل بختیاری روانه اصفهان داشت. حاج محمد جعفر کبوترآهنگی از بزرگان و دانشمندان ایران از عارف مشهور دوران خود نور علی شاه اجازه ارشاد کسب کرده بود. از چنین صوفی وارسته‌ای 2000 تومان آن روزگار جریمه گرفتند به بهانه اینکه عده‌ای به او گرویدند. نشان دهنده نفوذ روحانیون و ضعف شاه در برابر آنها است. محمد علی کرمانشاهی معروف به بهبهانی 1144 تا 1216 هجری قمری مطابق با 1731 تا 1801 میلادی به دلیل کشتار صوفیان به صوفی کش معروف شده است. از جمله آثار او کتابی است به نام خیراتیه که در رد صوفیه نوشته است. سعید نفیسی نسخه خطی این کتاب را خوانده و برخی از مطالب آن را نقل کرده است. وارد دارالسلطنه مسعود تهران گردیده، در آنجا مشغول تنبیه ملاحده صوفیه و فرقه ضاله ظلمتیه شده. بنابر درویش کشی شده و سرهای آنها را تراشیده و کلاه مخروطی آنها را پاره پاره و از آن دیار و حوالی آواره نمود. قلندر طلب کنان صاحب امان از ابواب ارباب مناصب و بزرگان گریزان رو به فرار نهاده و اجازه ضرب و شتم و ازاله ایشان از دوستان داده و دفع و رفع خوف از دم این سگدمان از مردمان نموده. گذشته از معانی و الفاظ رکیک که در این مورد به کار رفته، انشای این کتاب چنان که پیداست بسیار کودکانه و هذیان مانند است. پایان نقل قول. قصص العلماء درباره بهبهانی صوفی کش می نویسد او حد زمان بود و در امر به معروف و نهی از منکر فرید دوران، مشهور به صوفی کش و بسیار از دراویش و ارباب تصوف را به قتل رسانید
و در وقتی از اوقات شیخ جعفر نجفی در کرمانشاه بر آقا محمد علی وارد شد، دید که 10-20 نفر از کسانی که قباهای ماهود و شالهای ترمه بر کمر داشتند ایستادند. شیخ به آنها گفت بنشینید. آنها ابا و امتناع از نشستن کردند. پس شیخ به آقا محمد علی گفت اذن بده که اینها بنشینند. آقا محمد علی گفت که اینها ملازمان منند و در مجلس من باید بایستند، زیرا که من چندین قتل و حد در اغلب از اوقات باید جاری کنم. اگر اینها بنشینند مرا آنقدر وطود نخواهد بود. سعید نفیسی به سرگذشت چند نفر از صوفیان معروف اشاره می‌کند که فشرده‌ای از نوشته‌های او را به عنوان نمونه‌هایی از برخورد روحانیت با صوفیان ذکر می‌کند. نور علی شاه نامی که به دستور معصوم علی شاه دکنی پیشوای طریقه نعمت اللهی مأمور ایران شده بود، به خراسان، هرات، کرمان، شیراز و عتبات سفر کرد و شهرت بسیار یافت. روحانیون شیعه به آزار او برخاستند و او ناچار به سلیمانیه رفت. پس از چندی نور علی شاه با 400 تا 500 نفر درویش به کرمانشاه رفت. آقا محمد علی بهبهانی حکم به قتل نور علی شاه و صوفیان همراهش داد و آنها را به قتل رساندند. در دوران سلطنت فتحعلی شاه مردم محلات مختلف شیراز به تحریک علما عده‌ای را انتخاب کردند تا حاجی میرزا ابوالقاسم سکوت یا سکوت متوفا به 1239 هجری قمری از بزرگان صوفیه را در خانه‌اش به قتل برسانند. اما چون طرفداران مسلح او از رؤسای ایل قشقایی به شیراز آمدند، روحانیون نتوانستند او را به قتل برسانند. اذیت و آزار صوفیان در زمان سلطنت محمدشاه و صدارت حاج میرزا آغاسی متوقف شد. هما ناطق با استناد به واتسون یکی از اقدامات مهم میرزا آغاسی را لغو حکم اعدام و شکنجه صوفیان می‌داند. با قتل رهبران تصوف از دوران ناصرالدین شاه به بعد صوفیان به حاشیه رانده شدند. مسئله رهبری دینی و سیاسی شیعیان به زبان غیبت امام 12 پرسش‌های دشواری را در برابر روحانیون شیعه مطرح و زمینه پیدایی مکاتب گوناگونی را فراهم کرد. شیخیه از مکاتبی بود که تفسیری متفاوت از تفسیر روحانیون شیعه ارائه کرد و به این دلیل آماج سرکوب قرار گرفت. به دلیل پیوند عقاید و سرنوشت تاریخی شیخیه با جنبش بابی در بخش پیدایی جنبش بابیه به شیخیه نیز خواهم پرداخت و در این مبحث که سخن از برخورد روحانیون شیعه با دگراندیشان مذهبی تا پیش از ظهور بابیان است، به مختصری در این باب بسنده می کنم. شیخ احمد احصایی در رجب 1160 هجری قمری مطابق با 1747 میلادی در احصاء متولد شد و در 1243 هجری قمری برابر با 1826 میلادی در همین شهر چشم از جهان فرو بست. آرای احصایی و جانشین او سید کاظم رشتی 1208 هجری قمری الی 1260 هجری قمری مطابق با 1793 الی 1844 میلادی تحولی مهم در بحث امامت در شیعه پدید آورد. بعضی از آثار شیخ احمد عبارتند
از شرح الزیاره، شرح المشاعر، شرح العرشیه، رساله حیدریه و رساله عصمت و رجعت. روحانیت رسمی شیعه شیخیه را به ارتداد و کفر متهم کرد. مهمترین ادعای شیخ احمد رابطه مستقیم با امامان بود که او را در برابر روحانیت شیعه قرار میداد، چرا که اگر کسی با امام غائب رابطه داشت توجیه قدرت و نفوذ روحانیون شیعه منتفی میشد. کسروی می نویسد در زمان فتحعلی شاه شیخ احمد احصایی یکی از مجتهدین عراق در ایران و جاهای دیگر شاگردان زیادی داشته. او حرفهای تازه‌ای می‌زده و بدین جهت مجتهدان با او دشمنی می‌کردند و او را بیدین می‌نامیدند. نتیجه آن گردیده که در میان ایرانیان دو تیرگی پیدا شد. یک دسته پیروی از شیخ نموده شیخی نامیده شده‌اند و دسته دیگری در برابر آنان خود را متشرع خواندند. در تبریز در میان دو تیره جنگ و خونریزی پیش آمده و تا دیرگاهی مردم ایمنی نداشتند. هنوز مسجدی در تبریز قاتلو مسجد خونین نامیده می شود و چنین می گویند که در آنجا به نام شیخی و متشرع خونریزی رخ داده. بعد از مرگ سید کاظم رشتی در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان مردم به 3 گروه تقسیم شدند: شیخیان طرفدار حاج میرزا شفیع و طرفداران کریم خان و متشرعان یا دشمنان آن 2 گروه. کسروی می نویسد ولی 3 دسته از هم جدا زیستند، بدین سان که به خانه‌های یکدیگر آمد و رفت نکردندی و دختر از یکدیگر نگرفتندی و مسجدهاشان جدا بودی و هر ساله در رمضان بالای منبرها گفتگوهای کیشی و بدگویی از همدیگر را به میان آوردندی. پایان نقل قول. سرکوب یهودیان در ایران به دوران صفویه و قاجاریه. یهودیان از دوران هخامنشیان در ایران میزیستند و تا پیش از اسلام چون دیگر اقوام ایرانی از امنیت نسبی برخوردار بودند و یهودی ستیزی با اسلام به ایران سرایت کرد. یهودی ستیزی مسلمانان در عوامل گوناگونی ریشه دارد. اسلام چون مسیحیت دعوی جهان شمولی داشته و اشاعه اسلام تا مسلمان شدن همه انسانها را وظیفه هر مؤمنی می‌داند. یهودیان عربستان به دوران پیامبر اسلام به دین جدید سر تسلیم فرود نیاوردند. از همان اوان ظهور اسلام هدف دشمنی مسلمانان قرار گرفتند. مسلمانان بر آن بودند که ادیان الهی به تدریج نازل شده، پیامبران نشانه‌های ظهور پیامبر بعدی را نوید داده و هر دینی دین قبلی را نسخ می‌کند و پیروان ادیان قبلی موظفند به دین جدید گردن نهند. در اسلام ادیان به 2 گروه ادیان ابراهیمی، ادیان یکتاپرست حقیقی و ادیان غیر حقیقی و غیر ابراهیمی تقسیم می شود. از منظر اسلام 5 پیامبر صاحب کتاب، پیامبرانی که از موهبت وحی مستقیم الهی برخوردارند ظهور کرده و محمد آخرین آنها است. از منظر مسلمانان نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد پیامبران اولوالعزم صاحب کتاب 5 مرحله ظهور وحی بر زمین را تحقق بخشیدند. به دوران ظهور محمد
علاوه بر اعراب که بتپرست خوانده شده اند، تنها پیروان دو آیین یهودی و مسیحی و گروهی که در قرآن صائبین نامیده شده اند در شبه جزیره عربستان میزیستند. قرآن صائبین را نیز به عنوان اهل کتاب به رسمیت شناخته است. پراگماتیسم محمدی که در به رسمیت شناختن صائبین نیز تجلی می‌یابد، با اعتقاد به 5 پیامبر اولوالعزم و 5 دین حقیقی تناقض دارد. در اسطوره‌های مشترک دو قوم همفرهنگ یهودی و عرب، ابراهیم نقش مهمی دارد. اعراب ابراهیم را بنا کننده خانه کعبه می‌دانند و بر آنند که فرزند متبرک و تقدیس شده ابراهیم برخلاف ادعای یهودیان نه اسحاق جد یهودیان که اسماعیل جد اعراب است. اسطوره‌های اعراب بنای فرهنگ دینی یهودیان را نداشت، اما ریشه‌های اختلاف را می‌توان در تقابل این دو روایت نیز دید. در طبقه بندی قرآنی انسان‌ها به 3 گروه اهل کتاب، کافران و منافقان تقسیم می‌شوند و محمد که خود را آخرین حامل وحی و ادامه پیامبران صاحب کتاب پیش از خود می‌دانست، از مسیحیان و یهودیان و کافران می‌خواست که دین نو را بپذیرند. یهودیان مقیم شبه جزیره عربستان در منازعات صدر اسلام بیشتر با اعرابی همپیمان می‌شدند که با محمد سر جنگ داشتند. در میان غزوه‌های محمد، جنگ‌هایی که محمد در آنها شرکت داشت، 3 جنگ با یهودیان ثبت شده است. 1. جنگ با طایفه بنی قینقاع در سال 624 میلادی بین جنگ بدر و احد. این طایفه شکست خورد و محمد آنان را از موطن خود تبعید می‌کند. 2. جنگ با طایفه بنی نضیر بعد از جنگ احد در سال 625 همه طایفه تبعید شدند. 3. جنگ با بنی قریظه در سال 627 بعد از جنگ خندق همه مردان قبیله کشته شده و زنها و کودکان به اسارت برده شده. در قرآن روحانیون مسیحی و یهودی متهم می‌شوند که نویدهای 2 پیامبر خدا را مبنی بر ظهور محمد از کتاب‌های مقدس خود حذف کرده‌اند. با این همه در قرآن از مسیحیان اغلب به نیکی یاد می‌شود، اما یهودیان در کنار کفار و منافقان با حمله شدید روبرو هستند. سبب این تفاوت را در این دانسته‌اند که شمار مسیحیان در عربستان ناچیز بود، در حالی که اغلب شهرنشینان عربستان را در زمان ظهور اسلام یهودیان تشکیل می‌دادند و اعراب بیابانگرد پس از اسلام آوردن با غارت یهودیان در مدینه قدرت یافتند. روایت‌های گوناگونی درباره بدرفتاری مسلمانان صدر اسلام با یهودیان در کتاب‌های تاریخی ثبت شده است. یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان ایران که از حقوق صائبین برخوردار شدند، چون شهروندان درجه 2 با تبعیض‌های گوناگون روبرو بوده و علاوه بر مالیات‌های مرسوم محکوم به پرداخت جزیه بودند. در ایران پس از اسلام یهودیانی که قرنها در کنار دیگر اقوام ایرانی زیسته بودند با یهودی ستیزی روبرو شده و دشمنی با یهودیان به یکی از مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی نیز بدل شد.
در ادبیات کلاسیک ایران نیز میتوان رگه‌های تحقیر و یهودی ستیزی را دید. دفتر سوم گلستان، حکایت 20. گدایی خبر را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش همی نمایند که مال بیکران داری و ما را مهمی هست اگر به برخی از آن دستگیری کنی. چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفت ای خداوند روی زمین، لایق قدر بزرگوار پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جو به گدایی فراهم آورده ام. گفت غم نیست، گر آب چاه نصرانی ناپاک است، جهود مرده می شوید چه باک است. سعدی یکی یهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشان. به طیره گفت مسلمان گر این قباله من، درست نیست خدایا یهود میرانم. یهود گفت به تورات میخورم سوگند، وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. یهودی ستیزی در ایران از دوران صفویه شدت گرفت. به گفته دلارام مشهوری، جمعیت یهودی ساکن ایران در دوران صفویه بالغ بر 800,000 تن بوده است که با توجه به رشد جمعیت ایران امروز میبایست تعداد آنها به چند میلیون میرسید. می‌دانیم که چنین نیست و در دوران شاهان قاجار تعداد یهودیان از چند 10,000 نفر تجاوز نمی‌کرد. از دوران صفویه به بعد مهاجرت یهودیان از ایران افزایش یافت. تعداد بسیاری از یهودیان در قتل عام‌ها کشته و تعداد دیگری به اجبار مسلمان شدند. در دوران سلطنت شاه عباس سرکوب و آزار یهودیان ایران ابعاد گسترده تری یافت. شاه عباس در جنگ با عثمانی به سال 993 هجری قمری تبریز را از دست داد و این شهر به دست عثمانیان افتاد. شاه عباس پس از شکست مجبور به عقب نشینی شد. شکست شاه عباس با شکل‌گیری محاکم تفتیش عقاید 1557 میلادی در اسپانیا همزمان بود. شاه عباس در برابر ترک‌های عثمانی نظامی قدرتمندی نیاز داشت. از این رو به اسپانیا امید بست و چون در آن روزگار یهودی کشی در اسپانیا رواج داشت، شاه عباس گمان کرد که یهودی کشی در ایران میتواند راه اتحاد را هموارتر کند. اولین فرستادگان پادشاه اسپانیا به دربار شاه عباس صفوی 2 کشیش بودند. آلفونسو کوردرو به فرقه مذهبی فرانسیسکن و نیکولو دیملو به فرقه دومینیکن تعلق داشتند. آنان در سال 1006 هجری قمری مطابق با 1598 میلادی در اصفهان به دربار پادشاه صفوی وارد و با شاه ملاقات کردند. شاه عباس از نیکولو دیملو پرسید که شما از کجا می آیی و کدام کشورهای جهان را سیاحت کرده ای؟ کشیش پاسخ داد که مرا پاپ به عنوان نیابت خویش به کشورهای مشرق فرستاده است. شاه گفت پاپ چه معنی دارد؟ گرچه معنی آن را به خوبی می‌دانست و مخصوصاً خود را بی اطلاع نشان می‌داد تا با کشیش مباحثه کند.
کشیش جواب داد که پاپ در این جهان جانشین حضرت عیسی است و گناهان مردم را میبخشد. شاه گفت از این قرار باید بسیار پیر باشد. که از زمان عیسی تا کنون زنده و جانشین اوست. کشیش جواب داد که چنین نیست و از عهد عیسی تا کنون پاپان بسیار به جای یکدیگر نشستند. شاه گفت پس معلوم می شود که پاپان نیز مانند ما از نوع بشرند و در ایتالیا یا در شهر روم به وجود آمده اند. کشیش جواب داد آری چنین است. شاه پرسید که آیا هیچگاه با خداوند یا عیسی سخن گفتند؟ کشیش گفت نه. شاه پرسید پس چگونه گناهان مردم را میبخشند؟ من اعتقاد ندارم که کسی جز خداوند بتواند گناه مردم را ببخشد. اما درباره حضرت عیسی اعتراف میکنم او را پیامبری بزرگ میدانم. البته او هم میتواند گناهان خلق را ببخشد و در کتب خوانده‌ام که از او در این جهان به معجزات ظاهر شد و نیز خوانده‌ام که پدرش نامعلوم است و مادرش را نفس ملائکه‌ای آبستن کرده است. از داستان به صلیب کشیدنش نیز آگاهم و به همین سبب از قوم یهود تنفر دارم. پایان نقل قول. نصرالله فلسفی در کتاب زندگانی شاه عباس بر اساس سفرنامه ژان باپتیست تاوارنیه 1692 میلادی درباره رفتار شاه عباس با قوم یهود چنین می‌نویسد: شاه عباس با یهودیان میانه‌ای نداشت و همواره به چشم تنفر و بدبینی به آنها مینگریست. یهودیان بدان روزگار در اصفهان و دیگر شهرهای ایران در محله‌های جداگانه زندگی می‌کردند و اغلب آماج کینه و تحقیر و ملامت و آزار مردم بودند. پایان نقل قول. پیترو دلاواله متولد 1586 میلادی در ایتالیا از سال 1614 عازم شرق می شود و به مدت 6 سال در ایران اقامت می کند. در سفرنامه پیترو دلاواله آمده است که در نوامبر 1619 میلادی 4 یهودی را در ایران محاکمه و به مرگ محکوم می کند. شاه عباس فرمان داد که آنها را زنده طعمه سگان وحشی کنند، اما به آنان وعده داد که اگر مسلمان شوند از گناه آنان در می گذرد، جز یکی به نام ملا عبا که طعمه سگان شد، دیگران مسلمان شدند. بر اساس گزارش دلاواله در شهر اصفهان به دوران سلطنت شاه عباس 15,000 یهودی با سختی زندگی می کردند. با وجود اینکه در دوران این پادشاه به سبب داد و ستد با اروپا اقتصاد رونق گرفته بود، ولی یهودیان از این دوران بهره‌ای نبردند که هیچ تیره ترین روزهای تاریخ را پشت سر گذاشتند. یهودیان به دوران قاجار. ژاله پیرنظر در تاریخ شفاهی می نویسد یهودیان مثل سایر ایرانیان در کلیه بلایا شریک بودند، ولی هیچگاه به آنان به عنوان خودی برخورد نشده است و همیشه آنان را بیگانه خوانده و مورد تبعیض قرار داده‌اند. پایان نقل قول.
یهودیان در دوران قاجار و قبل از انقلاب مشروطیت حتی از آزادی پوشش نیز برخوردار نبودند. در روزهای بارانی باید در منزل می‌ماندند. در بعضی از شهرها یهودیان را مجبور می‌کردند که علامتی بر لباس خود بدوزند تا بین آنها و مسلمین فرق گذاشته شود. یهودیان ایرانی به دلیل سرکوب از امنیت جانی و مالی برخوردار نبودند. حمله مدام متعصبان و فرصت طلبان به محله‌های یهودی نشین و غارت اموال یهودیان به تحریک روحانیون، مصادره زمین و خانه آنان رخدادی مکرر در تاریخ ایران بود. یهودیان ثروتمند ایرانی به مشاغلی چون زرگری روی می آوردند و یهودیان فقیر به دوره‌گردی و پارچه فروشی. در سال 1255 هجری قمری مطابق با 1839 میلادی یهودیان مشهد وادار به تغییر مذهب شدند، اما آنها به مدت 100 سال در خفا بر اعتقادات یهودی خود وفادار ماندند. متی نامور یهودی ایرانی تباری که در سال 1972 میلادی از زادگاه خود مشهد دیدار و از سفر خود فیلمی تهیه کرده است میگوید نادرشاه که در سال 1147 هجری قمری مطابق با 1734 میلادی در ایران به قدرت رسید، برای اولین بار 40 خانوار یهودی را به مشهد کوچ داد. هدف نادرشاه تبدیل مشهد به یک مرکز مهم تجاری بود. جمعاً 40 خانوار یهودی به مشهد می آیند. موقعیت یهودیان با حمایت نادرشاه موجب حسد شیعیان می شود. بعد از قتل نادر ورق بر می گردد و تجاوز به یهودیان شروع می شود. یهودیان ثروتمند مشهد در دوران نادرشاه افشار در عرصه تجارت موقعیت ممتازی به دست آوردند. سقوط دولت نادری برای یهودیان مشهد فاجعه به بار آورد، چرا که دولت قاجار بدرفتاری با یهودیان را ترویج می‌کرد. به دوران سلطنت محمدشاه فرصت مناسبی برای حمله به آنان فراهم شد. در 27 مارس 1839 میلادی فاجعه بزرگ حمله به یهودیان و کشتار 32 نفر از آنان تنها در یک روز آغاز می شود. این فاجعه به گفته امان نتفر تا مدتها از چشم مردم جهان پنهان ماند. در 27 مارس 1839 میلادی فاجعه بزرگ حمله به یهودیان و کشتار 32 نفر از آنان تنها در یک روز آغاز می شود. این فاجعه به گفته امان نتفر تا مدتها از چشم مردم جهان پنهان ماند. به دوران جنگ هرات یهودیان مشهد بدون دلیل به جاسوسی برای انگلیس متهم شدند. شایع کردند که یهودیان سگی را کشته و جسد او را به جای یکی از بزرگان اسلام جا زدند. شایعه فضای مناسب را به وجود آورد. مردم تحریک شده به محله یهودیان مشهد حمله کرده، اموال آنان را غارت و در یک روز بیش از 32 یهودی را کشتند. سلیمان نعیم مترجم فیلم یهودیان مشهد درباره این رویداد به نقل از یک پژوهشگر موزه اسرائیل میگوید فقط یک کتاب دعا حفظ شد که در پشت جلد چرمی آن به خط عبری و زبان فارسی پیغامی برای مردم دنیا
نوشته شده است. در روز 12 ماه نیسان سال 1839 مسلمان‌ها به یهودیان حمله کرده 32 نفر را می‌کشند و بازماندگان را مجبور به تغییر مذهب کرده مسلمانشان می‌کنند. پایان نقل قول. یهودیان به اجبار مسلمان شده باید سالیان دراز در ظاهر مسلمان و مجری احکام اسلامی می بودند و در باطن و شبها احکام تورات را اجرا می کردند. ژانت آفاری در جلد دوم مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران به نقل از حبیب لوی درباره وضعیت یهودیان ایران می نویسد: محمد باقر مجلسی در قرن 18 50 مورد محدودیت‌های جدید علیه یهودیان وضع کرد که تا دوران مظفرالدین شاه اجرا می‌شد. در فقه شیعه یهودیان شهروندان درجه 2 محسوب می‌شوند که علاوه بر پرداخت مالیات‌های رایج به پرداخت جزیه نیز محکومند. شهادت یهودی در دادگاه قابل قبول نیست. مسلمانی که یک یهودی را بکشد از قصاص معاف است و فقط باید دیه یا خونبها بپردازد. دیه یهودی چون دیه زنان نصف دیه یک مسلمان است. و ملا باقر مجلسی موارد جدیدی به این تبعیض‌ها اضافه کرد که تا دوران قاجار اجرا می‌شد. یهودیان حق داشتن مغازه در بازار و خیابان را نداشتند. طلب خود از مسلمانان را باید با احتیاط و خضوع مطالبه می‌کردند. حق حمل اسلحه نداشتند. در روزهای بارانی حق خروج از خانه‌های خود را نداشتند، چرا که یهودیان نجس بودند و معابر عمومی را نجس می‌کردند. پوشش یهودیان باید به نحوی می بود که از دیگران مشخص شوند. این پوشش تحقیرآمیز چنین توصیف شده است: چادر زن یهودی باید 2 رنگ باشد. مرد یهودی حق پوشیدن عبا ندارد. ریش او باید نامرتب باشد. به جای شال باید طناب به کمر ببندد. عمامه بر سر نگذارد. بر لباس خود باید وصله پارچه‌ای قرمز رنگی بدوزد. یهودیان باید در محله‌های مخصوص زندگی کنند. هیچ یهودی نباید در کوچه و خیابان از مسلمان جلو بزند. یهودی حق سوار شدن بر اسب را ندارد و فقط میتواند الاغ سوار بشود. اگر مسلمانی به او توهین کرد باید سکوت کند و غیره. پایان نقل قول. قوانین تبعیض آمیز علیه یهودیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی اهرم کارایی بود برای مسلمان کردن اجباری آنان. یهودی تازه مسلمان شده وارث ثروت فامیل میشد و دیگر وارثان از ارث محروم میشدند. در اکتبر سال 1880 مطابق با جمادی الثانی 1297 هجری قمری ناصرالدین شاه در فرمانی که برای محکمه‌ها و قاضیان فرستاد کوشید تا امنیت اموال یهودیان را تأمین کند، چرا که در برخی ولایات یهودیان را خودسرانه از ارث محروم می‌کردند. در فرمان تصریح شد که از این پس وقتی یک یهودی در می‌گذرد بستگان جدید او حق ندارند که دارایی او را به سوی خود مصادره کنند. حمله به محله‌های یهودی نشین به انگیزه غارت و تصفیه حساب‌های گروه‌های قدرت با یکدیگر نیز در تاریخ ایران پدیده‌ای مکرر بود. گرچه
کشتار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در تاریخ‌ها ثبت نشده و اسناد چندانی در این عرصه در دست نیست، اما برخی نمونه‌های ثبت شده درباره برخورد با یهودیان تصویری گویا از سرکوب و آزار اقلیت‌های مذهبی به دست می‌دهد که به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود. شیراز: بر اساس اسنادی که هما ناطق در کتاب کارنامه فرهنگی فرنگی آورده است، کشتار و غارت مکرر یهودیان شیراز در سال 1328 هجری قمری مطابق با 1910 میلادی حاصل اختلافات بین اسماعیل خان صولت‌الدوله رئیس ایل قشقایی و میرزا حبیب الله قوام الملک حاکم شیراز بود. هر کدام برای بی‌اعتبار کردن دیگری می‌کوشید تا شهر را به آشوب بکشد و غارت مکرر یهودیان شیوه‌ای کارا بود برای به آشوب کشیدن شهر. 2 سال و نیم هیچ حکومتی نتوانست در شیراز دوام بیاورد. هما ناطق با اشاره به گزارش خفیه نویس انگلیسی‌ها درباره سرنوشت یهودیان شیراز در سال 1293 هجری قمری مطابق با 1876 میلادی می‌نویسد: از جمله اینکه در ماه ژوئن همان سال محمد صادق خان نامی به خاطر بدهکاری به یک شخص یهودی آنقدر اذیت به شخص یهود کرد که فوت شد. پایان نقل قول. در فوریه 1877 میلادی داخل پرانتز 28 صفر 1294 قمری پرانتز بسته 2 لوطی شیرازی می میخورند و یک یهودی را زخمی کرده و در محله یهودی ها بنای هرزگی میگذارند. معتمدالدوله حاکم وقت سرباز برای تحقیق میفرستد. پس از تحقیق دستور توقیف یهودیان را میدهد که چرا شبانه برای دفاع از خود فریاد زده بودند. یهودی زخم خورده هم بعد از چند ساعت فوت میکنه. هما ناطق همچنین نوشته است که در نوامبر 1880 میلادی مطابق با 1297 قمری در زرقان جمیع خانه‌های یهودیان را آتش زدند. حتی تورات را هم سوزاندند. یهودیان اجازه داشتن مغازه نانوایی نداشتند و نان را باید به قیمت گزاف می‌خریدند. بسیاری از یهودیان شیراز دست به مهاجرت زدند. هما ناطق با استناد به وقایع اتفاقیه می‌نویسد در ژوئن 1889 میلادی مطابق با 1306 قمری در شیراز مرد مسلمانی بر سر 2 تومان یک یهودی را زد و کشت. علی محمد خان قوام الملک را خبر کردند. کشنده را گرفتند و به زندان انداختند. سید فال اسیری به اعتراض آمد که مسلمان را برای یهودی چرا حبس کردی؟ پایان نقل. در این سالها شایع شد که یهودیان دختر بچه مسلمانی را کشته و پنهانی دفن کردند. تحقیقات بعدی قوام الملک حاکم و نصرالدوله فرماندار نظامی نشان داد که جسد به کودکی یهودی تعلق دارد، اما شایعه کار خود را کرد. لوطیان و بزن بهادرهای شهر به فتوای امام جمعه به محله یهودی نشین حمله 260 خانه مسکونی را ویران، 12 نفر کشته، 50 نفر را زخمی و 5000 یهودی را در چند ساعت بی خانمان و
فراری کردند. کرمانشاه در دوران ناصرالدین شاه چندین بار اموال یهودیان کرمانشاه به غارت رفت. یهودیان این شهر در سال 1893 میلادی مطابق با 1310 هجری قمری نزدیک به 1000 تومان رشوه دادند و جان خود را خریدند. اما در سال 1896 مطابق با 1313 هجری قمری از نو از حاکم گرفته تا سیدها سرکوب و آزار جماعت را از سر گرفتند. هر بار که یک یهودی در می‌گذشت دست بر دارایی او می‌گذاشتند. یهودیان بارها شکایت بردند، اما 2 تن از زیر دستان حاکم میرزا صالح خان و میرزا عبدالله خان مانع از این شدند که این شکایت نامه ها به تهران برسد. مشیرالدوله وزیر خارجه وقت در پاسخ سفیر فرانسه که از چند و چون این ماجرا جویا شده بود میگوید خبر درست است و کاری نمی شود کرد، زیرا رسیدگی به مسائل ارثی در دست حاکم شرعی است. پایان نقل قول. قصص العلماء درباره یک روحانی دیگری به نام سید مهدی می نویسد در امر به معروف شدید التعصب بود و به شهادت شریف العلماء و حاج ملا جعفر استرابادی که در محضر او با حاج سید کاظم مناظره کردند حکم بر تکفیر شیخ احمد احصایی نمود و در آخر حال برای اینکه یهود به شرایط ذمه عمل ننمودند از عتبات به سمت اصفهان آمد. در اصفهان از سید محمد باقر شفتی معروف به حجت الاسلام خواهش می کند که به اتفاق به تهران بروند و حکم را اجرا نمایند. شفتی جواب مثبتی به او نمی دهد و او را از این کار منع می کند. او با حالت قهر شبانه از اصفهان به تهران می رود و دستور می دهد که آب را بر یهودیان ببندند. اما محمد شاه مانع بستن آب بر یهودیان می شود. آخوند از شاه قهر می کند، به شاه عبدالعظیم می رود و به عنوان اینکه بیمار هستم حاضر به ملاقات با شاه نمی شود. همدان در گزارش یهودیان همدان در سال 1311 هجری قمری مطابق با 1893 میلادی به کمیته مرکزی آلیانس آمده است. سید عبدالمجید نامی با همدستی ملای دیگری به نام ملا عبدالله توده مردم را علیه یهودیان به خیابانها می‌کشانند. توده متعصب ابراهیم یعقوب سرپرست یهودیان همدان را دستگیر کرده و نزد سید عبدالحسین میبرند و در حضور وی او را به اتهام برسینه نداشتن یهودانه تا پای مرگ با چوب میزنند. در ماه می 1897 میلادی برابر با ذی‌حجه 1314 قمری به دوران حکومت مظفرالدین شاه یک روحانی به نام سید ریحان الله به این بهانه که یهودیان بر لباسهای خود یهودانه ندارند و موهای سرشان را یهودیوار نمیزنند دستور میدهد تا محله یهودیان را محاصره کرده و آنان را دستگیر و به حضور او ببرند. سید یهودیان را مجازات کرده و دستور میداد تا یهودانه را بر سینه آنها زده و موهای سر آنها را بتراشد. شاه و میرزا حسن آشتیانی از روحانیون بزرگ روزگار هرچه سعی کردند تا سید را از این کار باز دارند موفق نشدند. بالاخره سید وجهی دریافت و توافق کرد که یهودیان به جای یهودانه
یک تکه نقره بر لباس خود بدوزند و روی آن واژه یهودی را حک کنند. یحیی دولت‌آبادی در حیات یحیی وضعیت یهودیان آن روزگار را در ایران چنین شرح می‌دهد: یهودیان در ایران زندگی بدی داشتند. منزل‌های آنان پست‌ترین و کثیف‌ترین منازل بود. مشاغل آنها پست‌ترین شغل‌ها و دائما از دست مسلمانان، مخصوصاً از دست اطفال، آزار و اذیت می‌دیدند. کار به جایی رسید که در بعضی از شهرها مانند اصفهان، کاشان، همدان و غیره یکی از تفننات اطفال در بازی کردن در کوچه ها سر به سر یهودیان گذاردن بود. گاهی در بین آنها طبیبی پیدا می شد که ترقی می کرد و محل حاجت مسلمانان می شد و به ظاهر احترامی پیدا می کرد، ولی با وجود این هر بار نبض بیماری را می گرفت در برابر خودش و یا پشت سر مسلمان دست خود را تطهیر می کرد. شغل دیگری که اگر به دست می آوردند آن زرگری و صرافی بود. بعضی از آنها هم شراب فروشی می کردند که بیشتر دچار مؤاخذه قرار می گرفتند و محل کار و منزل آنها به غارت می رفت. از خواندن و نوشتن محروم بودند مگر به ندرت که در هر شهری چند نفر ملا داشتند. زندگی آنان با تأسیس مدارس، مخصوصاً مدارس آلیانس که در ایران تأسیس شد و برای اطفال آنها در اغلب شهرهای ایران مدارس گشوده شد، تغییر یافت. پایان نقل قول. مرکز جهانی مدارس آلیانس در فرانسه که برای کمک به مدارس یهودیان در سرتاسر جهان تأسیس شده بود، در سفر اول ناصرالدین شاه به فرانسه کوشید تا نظر مساعد شاه را به حمایت از حق شهروندی اتباع یهودی ایران جلب کند. آدولف کریمیوکس از مسئولین آلیانس با وساطت میرزا حسین خان مشیرالدوله با شاه ملاقات و از او تقاضا کرد تا با تأسیس مدرسه آلیانس در ایران موافقت کند. ناصرالدین شاه در سفر اول خود به فرانسه در سال 1872 میلادی برابر با 1290 هجری قمری قول مساعد داد، اما مخالفت روحانیون کار را نزدیک به 25 سال عقب انداخت. هما ناطق در این باره می نویسد: آزمندان هرگاه قصد غارت یهودیان را داشتند بهانه‌های نادرست می تراشیدند، از قبیل فلان یهودی فلان بچه مسلمان را کشته یا فلان یهودی کتاب مقدس را در شاه انداخته و یا فلان توهین را به فلان مسلمان کرده. این شایعه را در بین مردم عوام پخش می کردند و به محله یهودیان حمله می کردند. انگیزه دیگر حمله به یهودیان بدهکاران آنها بودند. هرگاه بازرگانان خرده‌پا وامی از یک صراف یهودی می گرفتند و یا نمی توانستند و یا نمی خواستند وام را بپردازند، بهترین گریز از این بدهکاری تهمت به یهودیان و حمله به محله آنها بوده است. و باز انگیزه دیگر سادات و طلاب نوپا که برای جمع‌آوری مرید اعلان جهاد بر علیه یهودیان می‌داد. پایان نقل قول. در سال 1292 هجری قمری مطابق با 1875 میلادی حیم جواهر فروش همدانی طلب خود را از یک بازرگان مسلمان مطالبه می کند. بازرگان مسلمان برای فرار از پرداخت بدهی خود
از فضای عمومی بهره می‌گیرد و به کمک شایع مردم را علیه حیم می‌شوراند. حیم از ترس به خانه مجتهد پناهنده می‌شود، اما عوام آنچنان برآشفته بودند که منزل مجتهد را هم خراب می‌کنند. کمیته مرکزی آلیانس از سفارت فرانسه کمک می‌خواهد. سفیر فرانسه از هر گونه کمکی سرباز می‌زند و پاسخ می‌دهد نقش سفارتخانه‌ها پشتیبانی از یهودیان نیست. اینان رعایای شاه هستند و زیر اقتدار او. پایان نقل قول. اما مرکز آلیانس فرانسه به مشیرالدوله متوسل می شود تنها پس از دخالت ناصرالدین شاه که مأموری را به همدان فرستاد جو آرام می شود. دخالت دولت‌ها و برخی نهادهای خارجی در حمایت از برخی اقلیت‌های مذهبی چون یهودیان و مسیحیان که به ندرت رخ می‌داد، گاه در آرام کردن فضا به سود آنان نقش مؤثری داشته است. اقلیت‌های زرتشتی و بهایی از این امتیاز محروم بودند. یهودیان در انقلاب مشروطه با انقلاب مشروطیت و تغییراتی که در بافت حکومتی ایران به وجود آمد، موقعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران رو به بهبودی گذاشت. یهودیان در انقلاب مشروطیت نقش چندانی نداشتند. ملکزاده می‌نویسد مستبدین یهودیان را مجبور کرده بودند که در میدان توپخانه با آنها همصدا شده بگویند ما مشروطه نمی‌خواهیم، ما دین نبی خواهیم. پایان نقل قول. کسروی در تاریخ مشروطیت ایران می‌نویسد جهودان را که به خانه‌هاشان ریخته و با زور به میدان آورده بودند به آنان نیز این جمله را یاد می‌دادند و چون آنان جمله دوم را نمی‌گفتند پس گردنی می‌خوردند. پایان نقل قول. انقلاب مشروطه برای اقلیت‌های مذهبی بارقه امیدی بود که با ناامیدی به سر آمد. زمانی که سردار اسعد برای نجات مشروطه به تهران لشکر کشید، سربازانش ابتدا محله یهودی نشین جوباره را در اصفهان غارت کردند و بعداً عازم تهران شدند. اما در اصفهان در تدارک حمله به تهران برای نجات مشروطه لشکریان سردار اسعد بختیاری یهودیان آن شهر را غارت کردند و خسارت فراوان به بار آوردند. پایان نقل قول. در قانون اساسی مشروطه به 3 اقلیت مسیحی، یهودی و زرتشتی حق دادند که نمایندگانی به مجلس بفرستند. اما فضا چنان بود که نماینده یهودیان در مجلس اول مجبور شد که از شرکت در مجلس صرف نظر کرده و نمایندگی خود را به سید عبدالله بهبهانی روحانی شیعه واگذار کند. آمون نتصر می نویسد در مجلس اول عزیزالله سیمانی به نمایندگی از طرف جامعه یهود به مجلس رفت. ولی بعد از چند روز احساس کرد که این آزادی برای او نمی باشد، زیرا به غیر از یک عده معدود که به یهودیان حسن نظر داشتند، اکثریت با نظر تنفر و انزجار به یهودیان می نگرند. لذا به فوریت استعفا داد و به مرحوم جنت مکان آقای سید عبدالله بهبهانی برای دفاع از حقوق یهودیان وکالت داد. پایان نقل قول. اذیت و آزار و کشتار یهودیان در انقلاب مشروطه
و پس از آن هم ادامه یافت. در سال 1324 هجری قمری مطابق با 1906 میلادی مسلمانان به محله یهودیان شیراز حمله می کنند. در زمستان 1910 میلادی غدار بندان شیراز بار دیگر به محله یهودیان تاختند و کلیه اموال یهودیان را به زور و تهدید از آنها گرفتند. پایان نقل قول. چند ماه بعد آخوندی یک معلم جوان یهودی مدرسه آلیانس را به نام ماشاءالله نیسانی در روز روشن به قتل رساند. در پاییز همین سال باز به محله یهودیان شیراز میتازند و در چند ساعت 6,000 یهودی این شهر را از هستی ساقط میکنند. 21 نفر را به طرز فجیعی میکشند و تعداد زیادی را به سختی مجروح میسازند. پایان نقل قول. اصفهان. در همان دوران مشروطه روحانیون شهر اصفهان اعلامیه‌ای صادر کرده و پیله‌ورهای یهودی شهر را از ادامه کار در محدوده شهر محروم می‌کنند. در سال 1332 هجری قمری مطابق با 1914 میلادی 2 یهودی به نامهای یونا و شمعون را در نجف آباد از قرای اصفهان به قتل می‌رساند. همدان. در ماه می 1910 میلادی چند آخوند در همدان حکم جهاد علیه یهودیان را صادر می‌کنند. دلیل صدور فتوا این بود که بدن یک یهودی به نام ابراهیم مراد در کوچه‌ای تنگ به تن زنی مسلمان خورده بود. در حمله به محله یهودیان 30 یهودی به سختی زخمی می‌شوند. ابراهیم مراد را برای محاکمه به تهران میبرند و آزاد میکنند. برابر دانستن همه اتباع ایران در برابر قانون از مباحث مهم صدر مشروطه و بحث‌های مربوط به قانون اساسی بود. اغلب روحانیون با نفوذ آن دوران، حتی مجتهدینی که با انقلاب همراه بودند، برابری مسلمان با پیروان دیگر مذاهب را خلاف قوانین شرع می‌دانستند. سرانجام موافقت شد که به جای برابری همه اتباع ایرانی، جمله برابری همه اتباع ایرانی در برابر قانون در قانون اساسی گنجانیده شود. با این همه تصویب قانون اساسی گامی بزرگ به سود اقلیت‌های مذهبی و کاهش تبعیض‌های دینی بود. قانون اساسی مشروطه مذاهب یهودی، مسیحی و زرتشتی را به رسمیت شناخت و به آنان حق داد که نمایندگی در پارلمان داشته باشند. بهائیان از این حقوق محروم شدند و حضور نمایندگان یهودی و زرتشتی نیز با دشواری فراوان روبرو شد، تا جایی که نمایندگان یهودیان و مسیحیان حق نمایندگی خود در مجلس را به روحانیون مسلمان واگذار کردند. پیروزی‌های آلمان هیتلری در جنگ جهانی دوم و چرخش رضاشاه به سوی آلمان و تبلیغات ضد یهودی دیپلمات‌های آلمانی در ایران فضای جامعه را بر علیه یهودیان تحریک کرد و یهودیان را از برخی مدارس و دانشگاه‌ها اخراج کردند. AvoyeBook.com